به برنامه خبری رادیو ازودی خوش آمدید. من شاله گل خوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 11 ینور این موضوع ها را داریم. در طول 3 ماه از маҳбас به کرسی президентӣ واکنش تاجیکستان به پیروزی صادر جبورов در انتخابات президентии قرغیزستان. بعد گزارشی رادیوی ازودی به منزل ده خانواده در ترسونزاده پس از چندین سال بی‌برقی روشنایی آمد. و سردی از حد زیاد زمستان امسال سیمخانه‌های مکتب نوی شمسین شوهین را نیز خنک کرد. در سبب آب خنک که امسال با ما وارد می شود همون سبب یعنی یخ کردن یعنی در همون کورهای همون نمیاد. دو табиби тоҷик дар шаҳри Алмукалои Яман фафтиданд. Манучер Абдуев, намояндаи ширкати здрав экспорти Русия ки табибони тоҷикро барои кор ба шифохонаҳои Яман ҷалб мекунад, гуфт табибони тоҷик яке бар асари сактаи дил ва дигари аз сактаи мағзи сар даргузаштанд. Ҷамшед Бегалиеви 49 сола ва Саид Муҳиддин Тошеви 56 сола дар шифохонаи хусусии Ибни Синои шаҳри Алмукало кор мекарданд. Саид Муҳиддин Тошев анестезиолог будааст. ҷасади табибони тоҷикро امروز در یمن به خاک سپردند. چند سال این جانب بر یمن جنگ داخلی ادامه دارد. بنابر ناآرامی ها بیشتری طبیبان توجیک به وطن برگشته و از 50 تا 80 کسی دیگرشان در آنجا باقی ماندند. در انتخابات روز یکشنبه قرغیزستان صادر جبورов 52 ساله پیروز گردیده است. انتخابات زودهنگام پرزیدنتی در قرغیزستان بعد از آن برگزار شد که نتیجه های انتخابات پارلمانی ماه اکتبر سال گذشته باعث به بی‌نظمی ها شد و مقامات زیر فشار اعتراضگران نتیجه های آن را بیکار کردند. صادر جبورов که آن زمان در زندان بود در نتیجه بی سر و سامانی ها آزاد شد و یک باره به نخست وزیری و سپس اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور. واکنش کارشناسان توجیک را به انتخابات قرغیزستان در گزارشی امردین اولیموف می‌بینیم. کارشناسان توجیک به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان که در آن صادر جبورов 52 ساله پیروز شد نظرهای مختلف دارند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر توجیک میگوید با وجود شفاف و بی تقلب صورت گرفتن انتخابات نمی‌شود آن را عادلانه نامید. تا کجا عادلانه بود این حلقه مسئله دیگر است، چون اون پرزیدنتی تازه انتخابی قرغیزستان صادر جبورов که به نزدیکی از маҳбас بیرون شده بود و در همون مجرای اون تلاطم هایی که رخ داده بودند به سر قدرت آمد، حتما که از وضعیتی که داشت استفاده کرد. از ریسورس های گویم که حکومتی خیلی به خوبی استفاده کرد و توانست که با یک فاصله خیلی زیاد حاکمیت را به دست آورد و غالب این انتخابات شود. در انتخابات روز 10 ینور صادر جبورов از رقیبانش برتری جدی داشت و با به دست آوردن 79% رأی انتخاب کنندگان در این کارزار سیاسی غلبه کرد. رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان سیفالله سفروف بر این نظر است که نتیجه های انتخابات با واقعیت نزدیک بوده در قرغیزستان مردم نامزد خود را انتخاب کردند. البته در مقابل جبورов باز دیگر نامزدها هم هستند و دیگر قواها هم هستند و آنها میخواهند که آنها هم غلبه کنند، لیکن مضمون دموکرات این است که اکثریت از بالای اقلیت غالب میآید و اقلیت باید که اطاعت کنند. انتقادها از کار جبورов و تیم انتخاباتیش زیاد است، از جمله اینکه آنها جانبدار تقویت دادن نقش پرزیدنت هستند و میخواهند در قرغیزستان نظام پارلمانی را به پرزیدنتی تبدیل دهند. نظامی که در کشورهای دیگر آسیای مرکزی سالها باز تجربه می شود و حامیان حقوق از تکرار آن در قرغیزستان نگرانند. کارشناسان تاجیک هم در این مورد نظرهای مختلف دارند. ساخت پارلمانتی چیزی که در وقتش ما گفته بودیم برای قرغیزستان، تاجیکستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی آنقدر ساخت خوب نیست و به ضرر آنها تمام می شود. چون که در این حالت قواهای گوناگون سیاسی، پارتی‌های گوناگون یعنی می توانند که در پارلمان بین خودشان نزاع با وجود بیارند و مردم را بی‌ضابطه کنند، صلح و امنی را زیر خطر برند. از این سبب که خلق قرغیز فهمید از خودش که این کارشان غلط بود و اونها باید که اصلاح شوند و آرامی را
ساخت پرزیدنتی باید که تامین آورد. قرغیزستان که امروز در آسیای مرکزی همچون یک جزیره دموکراتی به حساب می رود، ما بسیار نمی خواهیم که همین جزیره دموکراتی به جزیره خودکامه تبدیل یابد و چون تأثیر اون به دیگر کشورهای آسیای میانه هم می رسد. در انتخابات روز 10 ینور در قرغیزستان 1,354,000 نفر اشتراک کردند. مقامات گفتند احتمال سرمای شدید باعث شده است که مردم کمتر به نقطه رای دهی بروند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. حدود 40 خانواده در دهه نو بنیاد ستار رجب و شهر ترسونزاده بعد بیش از 10 سال بی‌برقی به آن دسترسی پیدا کردند. مقامات و ساکنان میگویند مشکل آنها پس از نشر گزارشی رادیوی آزادی در این باره حل شد. تا این زمان مردم این دهه هممرز با ازبکستان مجبور بودند برای به اصطلاح نیرو دادن تلفن‌های همراهشان هم به روستای همسایه بروند. خوشخبر همکار ما برای یوسفی رو باری دیگر به این دهه آورد. در این روزهای زمستان دهه نوبنیاد ستار رجبوی شهر ترسونزاده در آغوش برف و سردی شدید است. اما ساکنانش میگویند دیگر چنین سردی ها برایشان مشکل جدی ایجاد نمی کند. زیرا پس از سالهای انتظاری مقامات شهر ترسونزاده به منزلشان برق کشیدند و خانه هایشان گرم و روشن است. ما چند سال بود که سویت نبود قشلاق ما. من شما آمدید بعد خفاش رئیس شهر آمد ما را چند یاردم داد. سویت بود همین سال. رحمت شما دیم رئیس حاکم دیم شهر دیم. حاضر هم زمستان ده بیکار تلویزیون تماشا میکنم. با چی نوگری تاجیکستان ده همین هم میبینیم. تماشا همه با خبر میشنیم. یک روز پس از نشر گزارش آزادی در ماه اکتبر سال گذشته از مشکلی نداشتن خطهای برق در دهه نوبنیاد ستار رجبوف رئیس شهر ترسونزاده با دیگر مقامات مسئول به حضور ساکنان آمده و در پی حل مشکل میشوند. مقامات در 1.5 کیلومتر راه سیمچوب‌های نو بتونی نصب کرده خطهای برق را تا دهه کشیدند. ساکنان حسابکنک برقی نصب کرده به این خط برق پیوست شدند. مدت یا ماه همش سویت پیچ آورده برق. هم خانواده سویت هسته. حالا در این دهه مثل دیگر دهات کشور محدودیت برق جاری است، اما در اکثر ساعت‌های شبانه روز برق دارند. قبل از این حتی برای اجرای عادی‌ترین کار برقی مجبور می‌شدند به دهه‌های نزدیکترین مراجعت کنند. مکتب بچگان دهه زیر شمع درس تیار می‌کردند. تلفن زیرت تمام شده، نه بیشتر پایا میرم. که زیرت میدارم که در این دهه نوبنیاد حدود 10 سال قبل با 40 خانواده زمین برای بنیاد منزل داده بودند. حالا 10 منزل پورا برای زندگی کردن آماده شده است. برخی ساکنانش از سالهای اول جدا کردن زمین در این دهه زندگی می‌کردند. ساکنان دیگر قطعه‌های زمین با علت نداشتن خط برق یا عموماً منزل بنیاد نکردند و یا منزل‌های نیمه ساختشان را گذاشته از دهه رفتند. مقامات شهر ترسونزاده عکس مشکل ساکنان دهه نوبنیاد ستار رجبوف در رادیوی آزادی را مثبت ارزیابی و در کوتاه‌ترین مدت به این مشکل ساکنان دهه رسیدگی کردند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. ساکنان 6 بینا در دوشنبه میگویند مقامات 3 سال است به شکایت آنها درباره انتقال آب گرم به منزلشان گوش نمیدهند. به گفته ساکنان بجز آنها منزل‌های اطرافشان به مرکز برق و گرم‌دهی پیوست است. بیش از 3 سال است که در دوشنبه مرکز برق و گرم‌دهی عمل میکند ولی شکایت‌ها از مشکل گرمی هنوز وجود دارد. مراجعه یوسفی با جزئیات بیشتر. منزل دلنازه سید رسولوو در کوچه بیناکاران دوشنبه سرد است. یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبور آب گرم از نزدیکی منزل آنها می گذرد اما آنها از گرمی محرومند. همین خواهش میکردیم که همین طرف حکومت همین ویای اباگریواتیلو اتپلینیو ما را ساز میکردن میدادن. уже на 3 سال
ариза навистагӣ чанд бор аз ҳама подпис ҷамъ кара бурдан додан. камтар 1-2 поён кор мекунанд ҳамашон. ساکنان گفتند در کوچه بیناکاران ناحیه شاه منصور دوشنبه تنها 6 بنا است که به منزلشان آب گرم انتقال نمی‌یابد. مشکلی آنها زمان سخت‌تر می‌شود که اگر برق خاموش شود. مولوده مدلی و مسئول بنا است. او میگوید قبرهای آب گرم به این منزل‌ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. میگن که همو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو سال پیش همو چی کتلنی ها ویرونه توربو ویرونه میگن باید ایوه همش اثر نو کردن در کار. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. مقامات گفتند تا امروز بیش از 2500 انشاءات ها در دوشنبه به شبکه گرمیدهی پیوست شدند، اما ساکنان شهرنشین که هنوز از نظام گرمیدهی محرومند در روزهای سرد به مشکل گرفتار می شوند. ضمن زمستون امساله که در تاجیکستان خنک آمد، داخل سیمخانه‌های مکتبی را در نویه شمسدین شوین هم سرد کرده است. هرچند مکتب با مرکز گرمیدهی پیوست بوده است، ولی خوانندگان در درس‌ها ناچار با بالاپوش‌های زمستانه می‌شینند. محمود جان رحمتزاده در این مکتب بود و این گزارش را فرستاد. این خواننده مکتب رقم 1 ناحیه شمسدین شوهین لباس غفصش را از تن برای آن می‌کشد. در نوار نشان دهد که صنفشان گرم است. اما لباس‌های از تک به بر کرده بازگوی چیزی دیگرند. آمینه رسولزاده در صنف 6 می‌خواند. این خواننده مکتب رقم 1 ناحیه شمسدین شوهین میگوید در حالت سرد بودن صنفخانه از پلته‌های برقی استفاده می‌برند. حالتی که اگر صنفخانه‌ها سرد باشند باز از پلته‌های سوئیسی استفاده می‌برند. از بیرون وقتی که ما مثلا میاییم یا که یگان حالت صنفو خنک هستند، در این حالت ما میتوانیم که کتاب خود را نکشیم. مکتب رقم 1 ناحیه بلندکوی شمسدین شوهین 3 سال پیش با مبلغ سعودی رشد ساخته شده است. این مکتب با مرکز گرمیدهی پیوست کرده شده است. رهبریت مکتب سردی صنفخانه‌ها را تصدیق کردند و گفتند سردی از حد زیاد آب مرکز گرمیدهی را در قبرهای آبگذر یخ کرده است. از این رو این سردی باعث سردی صنفخانه‌هایشان شده است. سیفالدین عبدالرحمنوف مدیر مکتب گفت که آنها از هیزم و انگیش تنقیصی ندارند. بنابر سبب سرد آمدن باد و هوای امساله یعنی که به ما بروقتر زمستون امساله بروقتر سرد شد، یعنی که بروقتر آمد. از این لحاظ یعنی که سردی هوا زیادتر است. بنابر سبب یک سبب مشکلی که مثال روزایی که روزا میشد، همه روزانه روزایی میشد از سبب آب خنک که مثال با ما وارد میشود، هم سبب همین یخ کردن همین در همون قورهای همون میباشد. مکتب رقم 1 در ناحیه شمسدین شوهین اولین مکتب زمانوی به شمار می رود که 955 خواننده داشته با مرکز گرمیدهی پیوسته است. اما خوانندگانش میگوید سردی زمستان امساله به صنفخانه‌های گرمی آنها هم به تاثیر نماند. حالا این پیچ‌های بوغی مثل هر سال گرم نیستند. سردی از حد زیاد و یخ بستن آب در قبرها خوانندگان را با لباس‌های غفص در صنفخانه‌ها شینانید. سردی از حد زیادی زمستان امساله نه تنها به صنفخانه‌های مکتب‌های کهنه بلکه نو را هم سرد کرد. چون از سردی‌های تاجیکستان گزارش دادیم، در ژاپن هم ریزش برف به ایست ادامه دارد. روز یک شنبه صدها ماشین زیر برف ماندند. در شهر تویاما غفصی برف به 88 سانتی متر برابر شده است. و با هواشناسان گفتند ریزش برف 2 برابر بیشتر از معیار بوده. زیاده از 1000 ماشین در راه‌ها بند ماندند. برای تازه کردن برف نیروهای وزارت مدافع ژاپن سفربر گردیدند. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه‌ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا همه شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.